الله الرحمن الرحیم. بهتره بگیم که شعر با لهجه مشهدی که لهجه ترقبه بخونی. اسمش هست بچه محله امام رضا. البته یک درد دل یک مشهدی ساده دله. مرا میبینی که شر و واصفایم، به چه محله امام رضایم. زلزله‌یم حادثه‌یم بلایم، به چه محله امام رضایم. هر روز جمعه دلم بندم به پنجله طلا و ور میگردم. کاروبارم ردیفه با خدایم، به چه محله امام رضایم. به ما بگو بیا به قله قاف، اصلا ما رو بیزر همونجه الله. قرار مرار هرچی بگیم و پایم، به چه محله امام رضایم. دروغ مروغ نیست میونه ما با هم، الان به عنوان مثال تو حرم چند روزه که تو نخ کفترایم، به چه محله امام رضایم. چشم ما رو گرفته چند تا کفتر، گفته خودش امام رضا، گفته خودش چند تا شخاصی برده، الان درم خادما رو مپایم، به چه محله امام رضایم. کفترانه که بردم از رو گنبد، مرم ما تو نخ رفته آمد، تو نقشه او گنبد طلایم، به چه محله امام رضایم. تو نقشه او نقشه او گنبد طلایم. او گنبد طلایم اوش نه او گنبد نصف شب مده به دستم. لذا کفاش گفته به فکر گنبد خود باش یا امام. فکر گنبد خود باش یا امام رضا. گنبد نصف شب مده به دستم، او گفته هر وقت که بیایی ما هستم. مایم که قانع و بی ادعایم، به چه محله امام رضایم. وقتی میبینم توی عالم همه ازش میگیرن و میگن باز کمه، گنبدش اگه بده رضایم، به چه محله امام رضایم. گنبد و منبد نمیخوام با صفا، 30 سال پای سفره ای آقا منتظر یک جتون غذایم. اصلا واقعا شعر خوبی بود، شرح حال ترقبه‌ایا بود در واقع.